ویدیویی که قولشو بهتون داده بودم آنباکسینگ میکروفون جدیدم، بالاخره میکروفونم رسید. پس تا ما میریم میکروفون رو آنباکس کنیم شما دکمه لایک رو بزنید، چنل رو ساب کنید و کامنت بذارید و ویدیو رو برای دوستاتون شیر. لیتس گو. خب بچه ها اینم هم میکروفون ما، بریم برای آنباکسش. خب اینم هم میکروفون جدیدمون. واو. کیسه درش بیاریم. میکروفون یانسای مدل وای 20. بله بریم تو جعبه درش بریم. بسته‌بندیش که خیلی خوبه. البته من از دیجیکالا از یک کارشون ناراضیم. من میکروفون سیاه سفارش داده بودم و به من صورتی فرستادن. این خود میکروفونه. بچه چه بودن؟ یانسا، این یانمایه. اوکی. وای 20. این سیم میکروفونه. این نویزگیرشه. این پشمی که فوت میکنی صدای فوتت نیاد. دیگه چی داریم؟ و اینم پایه است. یه کاتالوگ هم توی جعبه‌اش بود. خب پایه رو تو چیز در میاریم. پایه خوبی داره، جنسش واقعا خوبه بچه ها. و حالا اینه که سر همش کنیم. خود میکروفون بالا پایین میشه، میچرخه. پشتش هم اینو داره، آن و آفشه بهتون رسید. پاش خوبه. یکی از قابلیتاییه که واقعا مردم بهش اشاره کردن تو کامنت ها و گفته بودن که بده، اینه که این میکروفون رو هر پایه‌ای نصب نمیشه. خب بریم اون سیماشو یه چک بکنیم. ظاهرا 2 تا سیم داره. این سیمو داره و این سیمو. پشتش یه دونه دریچه اینجوری داره که فکر کنم واسه اینه. بله. با این به کامپیوتر وصل میشه، ولی اینو نمیدونم. و کاتالوگشو بخونم ببینم این برای چیشه. یه دقیقه بچه من برم کاتالوگو بخونم بیام. 2000 years later. بچه فهمیدم این سیم برای چیه.
تو کاتالوگ که نزده بود، ولی من تونستم بفهمم شما وقتی میخواید هم میکروفونتون استفاده کنید، هم هندزفری یا هدست یا هدفونتون رو وصل کنید به گوشیتون که هم بتونید مثلا ویدیوی ریاکت میذارید بتونید هم اون ویدیو رو بتونید صداشو بشنوید و اون وایس خودتون هم بتونید با میکروفون بگیرید. به این دو دریچه داره. این تو که عکس میکروفون داره، دقت کنید، اینم عکس هدفون، اینو میذارید تو این که مال میکروفونه و اینم دریچه هدفونتون رو بهش میزنید و این سرم به گوشی. خب بریم برای تست صدا. خب بچه ها اینم میکروفون جدیدم. این صدام با میکروفونه جدیدمه که گفتم براتون تست صداشو الان میذارم. البته الان این با نویزگیره، میخوام بدون نویزگیرش هم با هم تست کنیم. بریم. من ویدیو رو استاپ کنم، نویزگیرشو دردم، بعد ببینیم صدام بدون نویزگیر چجوریه. اینم میکروفون من بدون نویزگیر. صدای من الان بدون نویزگیر میکروفون ضبط میشه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. لایک و ساب فراموش نشه. ویدیو رو شیر کنید، کامنت بذارید. تا ویدیوی دیگر بدرود.